سلام دوستان خوبم، خوش اومدید به کانال غزل خان. در این ویدیو یک غزل عارفانه کوتاه از مولانا رو براتون میخونم. در این غزل مولانا در واقع با خداوند به گفتگو میپردازه و به عنوان یک عارف و کسی که در سیر و سلوک عرفانی قرار داره ابراز میکنه که به این نقطه و به این دیدگاه رسیده که همه افعال خودش و همه اتفاقات زندگیش رو از جانب خداوند و از ناحیه خواست پروردگار میدونه و میبینه و ما در همه بیت‌های این غزل این مضمون رو به خوبی مشاهده می‌کنیم. پس در واقع این غزل عارفانه گفتگویی بین مولانا و خداوند هست. امیدوارم که لذت ببرید و خب دقیقاً اگر که کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید از ما حمایت بزرگی کردید. ممنون از همراهیتون. من از عالم تو را تنها گزینم، روا داری که من غمگین نشینم. دل من چون قلم اندر کف توست، ز توست ار شادمان و گر حزینم. به جز آنچه تو خواهی من چه باشم، به جز آنچه نمایی من چه بینم. گه از من خار رویانی گهی گل بویم و گه خار چینم. مرا تو چون چنان داری چنانم، مرا تو چون چنین خواهی چنینم. در آن خمی که دل را رنگ بخشی، چه باشم من چه باشد مهر و کینم. تو بودی اول و آخر تو باشی، تو به کن آخرم از اولینم. چو تو پنهان شوی از اهل کفرم، چو تو پیدا شوی از اهل دینم. به جز چیزی که دادی من چه دارم، چه می جویی ز جیب و آستینم.